الله و برکاته. برادران عزیز، مادران، اپا و خواهران عزیز، همین خواهره که مقصد طریق اینترنت خودش معیوب است، دردمند است، اما حرکت میکند که طریق اینترنت رفته با یگان بیمار است یا یگان معیوب است، همون را سیامکه کند و طریق کانال خودش مقصد از مردم خیرخواه مقصد کمک کنند و همه مقصد دست یکدیگر را بگیریم. گفته اگر امکانیت باشد از برای الله همین اپایی که اپیرسش مقصد با یادم یعنی مهاجره و خیرخواه و یادم خیر میکردگی و اپیرسش کردن حاضر از بانیسه امروز پگاه میبروید اما جای رفت ندارد. با دو کودک از همتون خواهش میکنم که همین نامره کارتاش دوشنبه سیتیه و نامراش تمام پیوسته التماس همتون خواهش دستگیری کنین. فقط به خاطر الله ویدیو را پدلیس کنین، لایک کنین، پهن کنین که همه کسا مقصد ببینن، خیرهای خوشنا برسونن. الله همه تا نگهبان باشه. همین خواهر کسا چه در کمیتری میمونم همه کسا میداریم دستگیریش میکنیم برای پیشروی، برای همین کار بروی که خیر میکنن مردم همین کارهایش مقصد بردباری میخوانیم. الله مهربان همه تا نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، تشکر زیاد از هر یک شما که ما را دستگیری کردین. این اپر ما ساق و سلامت جراحی کردیم، برآوردیم و مینداری خودم رو به بهار کودکان و به اپای سرویناز میرسانم که در این کار مرا کمک کردن و به کانال اکای بابا جان 88 که آنها را به من کمک کردن. این چیزا اینا به خواست خداوند اپر رو برآوردیم ساق و سلامت. لیکن برادران عزیز، این اپر ولی از اینجا برآمدن جا و مکان ندارد، نمیدونند کجا روند، چی کار کنند. دو فرزند دارند، مادری تنها هستند. اگر کسانی که میتوانند از برای الله کارتشون رو میمونیم، رقمای تلفنشون رو میمونیم گیریم، کمک خود رو رسونیم که ما بعدی از این بیمارخانه برآمدنشون اینو یگان جای کنیم. جای زیست و مکان ندارن، شوهر ندارن که شوهرشون نگاه کنن، به شوهر هستند. دو فرزند خوب دکر دارن که ولی من عکسای فرزنداشون رو میمونم ببینیم. از برای الله این قدر کمک کردن، یک بار دیگر با ما کمک خود رو رسونید، با ما میندار میشویم. بعدا بازم تشکر زیاد میگم با همین اپای سرویناز و بهار کودکان و اکای بابا جان 88 که مثلا سخن ما رو رد نکردن، ما رو دستگیری کردن. با دستگیری الله و دستگیری شما و دستگیری همین گروه من مثلا همین اپر رو بار اول است که مثلا من همین خیلی جراحی کلان رو با کمک همین اپر رو جراحی کردیم. خداوند یار مددگارتان، الله کجای باشه نگهبان شما باشه.